شنا و آببازی از جمله ورزش‌هایی است که گفته می‌شود انسان را تندرست نگه می‌دارد. کیوین مکنری یک پسر 13 ساله در تلاش راه یافتن به مسابقات بین‌المللی شنا میباشد. با تفسیر بیشتر این موضوع در گزارشی از همکارم حمیدالله حمیدی توجه کنید. آببازی از جمله ورزش‌هایی است که می‌تواند انسان را سالم و تندرست نگه دارد. البته این نظر به سن و سال نیست. آببازی از جمله ورزش‌هایی است که انسان را از مشکلات مختلف صحی می‌رهاند، از جمله کم ساختن وزن زیاد و حتی تشوشات روحی که می‌تواند برای همه مفید باشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که آببازی طول زندگی انسان را درازتر می‌سازد. آببازی در ایالات متحده علاقه‌مندان زیاد داشته و تقریباً از جمله ورزش‌های ملی این کشور میباشد. کیوین مکنزی 13 سال عمر دارد. وی 5 ساله بود که با آببازی راه آورد و مدت 7 سال می شود که در پلوی دروس مکتب خویش آببازی را نیز به پیش میبرد. وی از جمله یکی از آببازان ورزیده در تیم خویش می باشد. آببازی می تواند انسان را تندرست نگه دارد و در اینجا دوستان زیاد پیدا می کنید و می خواهم با آببازی ادامه دهم و پیشرفت نمایم. باید این ورزش را با درستی و دقت انجام داد. کیوین همه روزه با همقطارانش جهت تمرینات آببازی در اینجا می آید. وی می گوید که هفته 6 روز 3 ساعت تمرین می کند. وی می خواهد برای مسابقات آمادگی بگیرد که بین مکاتب صورت گیرد. من همه روزه در اینجا به آببازی می آیم، حتی 2 بار، هم از طرف صبح و هم از طرف شام، و 3 ساعت آببازی می کنم. کیوین میگوید اطفالی که با بازی دسترسی ندارد می توانند به بازی‌ها و ورزش‌های دیگری مانند فوتبال و بسکتبال و سایر بازی‌های دیگر رو آورند. در حین حال مادرش میگوید که وی در دروس خویش هم بسیار لایق است. کیوین 5 ساله بود که به ورزش آببازی علاقه‌مند شد و یک پسر پابند به دروس و هوشیار است و علاقه زیادی به آببازی و دوستانش دارد. سال آینده شامل مکتب عالی می شود که فرصت‌های دیگری برایش نیز مساعد خواهد شد. وی من حیث یک مادر از دیگر والدین تقاضا می نماید تا اطفالشان را به ورزش‌های مختلف تشویق نماید و میگوید ورزش برای صحت بودن یک انسان خیلی ارزشمند می باشد. کیوین مکنزی در جمع همقطاران خویش از جمله بازیکنان برجسته تیم خود بوده و آرزو دارد تا روز بتواند به نمایندگی تیم ملی آمریکا در مسابقات جهانی اشتراک نماید. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، مریلند.